علامه ابن القیم رحمت الله علیه در کتاب نفیسشان اعلام الموقعین در این کتاب یه نقل از شیخ الاسلام از استاد بزرگوارشان میارند، میگویند که حدثنی شیخ الاسلام ابن تیمیه قدس الله روحه و نور ضریحته. و من شیخ الاسلام یک سخنی گفت الله تعالی قبرشان را پرنور و منور گرداند و روحشان را پاک گرداند. گفتند روز همراهی چند از اصحاب بیرون دمشق بودیم که لشکری مغول را دیدیم، لشکران چنگیز خان را که به نزدیکی های دمشق آمده بود و شیخ الاسلام رحمت الله علیه همراهی آنها جهاد عظیمی کرده بودند که آن وقت 29 ساله بودند. الله تعالی رحمت و مغفرت کند. بعد وقتی که از نزد یک طایفه از لشکری چنگیز خان می گذشتیم که آنها مشغول با نوشیدن عرق بودند و بعض شاگردان من با آنها این عمل را انکار کرد. وقتی که بعض شاگردان خواستند که این کاری منکر کنند به لشکری مغول گویند که عرق ننوش، شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که فانکرت علیهم، من برای آنها این نهی منکری آنها را انکار کردم. گفتند نهی منکر نکنید، بگذار اینها عرق نوشی کنند، چون الله تعالی در قرآن کریم عرق و قمار را سبب مشغول شدن انسان ها از ذکر الله تعالی و از نماز نامیده است. یعنی عرق انسان ها را از نماز و از ذکر الله تعالی مشغول می سازد، اما عرق اینها را از ظلم مشغول کرد، از تجاوز به ناموس، از گرفتن مال مردم و از قتل مسلمان ها، قتل همسران و کودکان مسلمان ها. عرق نوشی اینها را مشغول ساخت. گفتند وقتی که اینها عرق می نوشند اینها با فسق و فجور خود مشغول هستند، دیگر اینها را انکار نکن. گفتند این از فقه و علم. بنابراین عاقل و فقیه آن شخصی هست که بدترین دو گناه را باید بداند، چه خیلی که بهترین دو کارهای خیر را هم باید بداند. دوستان اگر این ویدیو برایتان مفید بود و چیزی از آن آموختین، لطفا این ویدیو را با دوستانتان شریک سازید. از این که تا این دم با من بودین تشکر.